آثار نثری 118 تا، آثار نظمی 1700 مصرع، غزل 50 تا، رباعی و دوبیتی 50 تا، پارچه از داستان 380 مصرع، دیگر نوع‌های شعری 125 بیت از بر نموده‌ام. آذرخش. وطن گفتم آمد نوا از چمن، چمن را بنازم که نازد چو من. خوشا منظری چشم سور روان، به بوی گل و سبزه و یاسمن. بیار ای عزیزی بهار آفری، چراغ چو لاله به دشت و دمن. نشین در برم مهربان مهربان، بخیز از دلم انجمن انجمن. ز گلشن به گلشن چو گلخن فروز، به گلخن چو گلخنده گلشن بزن. که آب و گلم تا بیاید به هم، گیاهی بروید که گوید سخن. وطن جان وطن جان وطن جان وطن، توی جان وطن جان وطن جان وطن. صدا پیک و پیام نابار است. یکی جشن از نیاگان یادگار است، صدا 50 شب 50 روز است. شبانش مثل روزش دلفروز است. شبی بهمن اگر با من تو باشی، به جانم گرمی گلخن تو باشی. بیا شبهای ما را پرشرر کن، شرار از دلی سنگ بدر کن. زندگی آخر سر آید، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست. گر فشار روزگار آبد کند، مسکین مشو مرد باش ای خسته دل. شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت باران دور، آسمان را گو برو بارندگی در کار نیست. بلند از مسند دورا کتاب است. بله بالا زهر بالا کتاب است. جهان را می توان با علم بگرفت، پر از حکمت پر از معنا کتاب است. به اسرار و به تعلیم و به دانش، اگر دل تشنه دریا کتاب است. برای من است و هوشمند است و دانا، کسی در عمر کارش با کتاب است. زی تاریکی به سوی روشنی ها، چراغ رهنما تنها کتاب است. بی خشکت بی کتاب اندیشه بی شک، زمین اندیشه و دریا کتاب است. دهد بر تو هر آنچه که بخواهی، بلند از مسندی دارا کتاب است. مرا گهواره میگویند چون گهواره ای زرین، ولی من مادری بیچاره ام خاکم. اگر طفلی برویم پا نهد شادم، اگر مردی فتد از پای غمناکم. چو مادر در عذاب و سینه چاکم، نپندارید بی دردم کف خاکم. به دور خویش چون سیاره جنبیدم، به دور خانه چون گهواره جنبیدم. به روزی نیک همچون طفل خندیدم، به روزی بعد چون مردی پیر لرزیدم. بهاران گل شدم از خویش رویدم، به امیدی که بویدم. جهان گردید و روزی یکدیگر دانید، مرا مادر شما ای قوم ها خود را پسر خوانید. چو مادر از بساطم بر شما اجاز بخشیدم، گذشتم ز جذب خود به شما پرواز بخشیدم. که بار مادری غمخوار گوییدم. خروش موج دریای روانی، روانی در وجود زندگانی، تو هستی و حیات ماست رنگین. تو سازی طور عمر آدمانی، جوانی ای جوانی ای جوانی. تو بودی که زمین پرداز نو یافت، تو بودی زندگانی سازی نو یافت. تو
تو بودی کشورم در روی عالم، رهی نو روحی نو پروازی نو یافت. جوانی ای جوانی ای جوانی، بزرگی یافتیم از شوکتی تو، بلندی یافتیم از قدرتی تو، بروی آسمان هم پا نهادیم به باکی و تاب و طاقتی تو. جوانی ای جوانی ای جوانی. ثنایت میکنم ای زندگی، ای ساز سازنده، پاره ابر چو داغ روی مه. گشت پیدا وقتی پیشین در سما، طاقه طاقه ریخ باران از هوا. یکتا اینجا یکتا در جوی دیگر، بچه ها از نم نمش خورم شدن، مثل گل خندان رو از شبنم شدن. در پراپر گشته پشتی هم شدن، همچو آه و بره ها در کوه و جر. دلارم باید دختر جان همینجا در روی خطی انا حکایه شما حکایه وای هست سیف رحیمزاده افردی گنجشک سفید خواندگی هستین اینا؟ بله. این سخن درباره چی است؟ گنجشک سفید می شود؟ نه وای خود رو همین مانند همون گنجشک سفید حس میکند. کی؟ خود پسرک مؤلف. این پسرک واقعی است یا که بافته نویسنده؟ همونجا میگوید که باید عاقبت در همون حکایه خودش همین خودی سیف رحیمزاده افردی بله. است. خودی سیف رحمزاده در آخر وای خودش چیز میکنه. خب فرشتمو از بهمنیور. فرشتما قصه. خب در این قصه سخن درباره این فرشتما دوگانهش آراسته، خرم مردان، شاپور یزدان، بازار شاهان، بهرام کامران و خرسند سخن می رود که فرشتما بسیار دختری در همان دهه بسیار دختر زیبا بود. همه جوان ها او را می دیدند و دوست می داشتند. برای همین و یک جوانی را دوست داشته بود. خرم مردان برای آنکه بسیار فرشتما را دوست می داشت همین جوان را به قتل می رساند و شب با وی نکاح می کند. همان شب نکاح فرشتما می خواهد قصدش را گیرد و قصدش را می گیرد و پشت خرم مردان کار می زند و از تریزه گریخته می رود. خب تشکر شما معلومه بود. حکایه‌های زیاد خواندید، بسیار خوب است. از صدرالدین عینی شما پویستی مکتب کهنه را خواندید؟ بله. مکتب کهنه را خواندید. در همین مکتب دخترانه عینی هم صدرالدین خوب چگونه میگذرد حیاتش؟ در مکتب کهنه؟ بله. در مکتب کهنه داملا بسیار آدمی بد بود. برای همین وی صدرالدین عینی استاد صدرالدین عینی بسیار از داملا می ترسید. وی بسیار می ترسید که با همان چوبی درازش به من را نزند. در آنجا بازی ها می کردن. پدر عینی صدرالدین شخصی با سواد بود. چی نام داشتن؟ پدر استاد صدرالدین عینی نامش سید مراد خواجه. برای چی سواد داشتن و با همین صدرالدین درس گفتن نمیتونستن؟ برای چی؟ با مکتب میبرن مجبور شده؟ برای آنکه باید هر یک شخص را نه اینکه پدر مادرش بلکه دامولا معلم درس دهد. نه برای آنکه و باید روزگارش را میبرد، باید مهنت میکرد. خب احمد دیوبند برای چی میگن؟ دیوبند برای آنکه وی در همان ایوانچه‌ای که بود 40 روز رفته دعاخوانی کرده است ولی 40 روز رفته دعاخوانی کرده است و دیوبند شده است. همین خیلی دیوبند میگن لیکن احمد دیوبند نبود. وی از جن و دیوبند گفته کی رو در همون محله همون دهه کی ها رو میگفتن دیوبند؟ دیوبند خب از تهذیب و سیبیان صدرالدین عینی
کدام درباره احترام پدر و مادر حکایتش رو میتونید گفته؟ چی خوندید از تهذیب و سیبیان؟ از تهذیب و سیبیان من درباره بچه با آداب، بچه راستقول و راستکار، و پدر و مادر، استاد معلم، زندگی، خواب، هوا، خالیده کی بود؟ خالیده؟ بله. دخترچه یا کی خالیده عینی؟ دختر بچه که خالیده. خالیده رو تفسیر دید؟ خالیده اول در همین عائلهشان یگانه فرزند بود. برای همین پدر و مادر با وی همه چیز را تأمین و مهیا کرده بودند. وی از همه چیز فراهم بود. وی همیشه خود پسند بود. وی در نظر خود هیچ چیز را بغیر کرته‌های شاهی ثروت نمیدید، زر و زیور. وی فاطمه باعث شد که وی به مکتب رود و خواند و هم دوزنده شود، هم همه علم و هنر را یاد گیرد. خوب سلامت باشید. من یک چند حکایه ها خیلی زیاده است. خوب اگر مضمونش دانید خوب است. باز شما اثرهای کلان حجم هم خوانید. خب اثرهایی که با سن و سال شما موافق است. معنای لغوی اندیشه چی است؟ اندیشه کردن. اندیشه، فکر، خیال. خب آوازه چی است؟ آوازه یک آوازه که مردم آن را میبرارند. مردم میبرند یا یکان حادثه میشن اون در همه جا پهن میشد. یعنی بی ثمر. بی ثمر یعنی که بی ثمر اگر درخت باشد بی میوه، اگر درخت باشد اگر انسان بی فرزند. یعنی اون چیزی که از خود نشان ندارد. شبنم. شبنم نمی می باشد. همان شکلی که در شبانه برای قطره‌های بارینه که روز شما در بالای برگ یا در بالای سبزه میبینید. بله. سلامت باشید، موفق باشید. دلارم ترجمه یک چیز دیگه میپرسم بعد همین خاطی شما خاطی خرخش میکنیم. همین حکایه فضلی محمدی جگر در اینجا روی خط این را خوندگی هستی؟ بله. این جگر کی است؟ جگر یک سگ می باشد. نامی سگ است؟ نامی سگ می باشد که پدرش از فیلم هندی به همان سگ مانده بود. اکنون چیزی دیگر درباره همین جشن‌های ملی ما. جشن‌های ملی ما جشن مهرگان، سده، نوروز، تیرگان می باشند. درباره یگان تاشون شعر میدونی؟ بله. درباره کدامش؟ درباره همه‌شان من شعر میدونم. کنی یک تا انتخابان کدامی که دلی خود خواهش دارد؟ نوروز. خب صلاح‌الدین صدرالدین. سیر آمد و سیر آمد، نوروزی بخیر آمد. دنیا همه زیبا شد، زیبا همه دنیا شد. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. روشن بر راغان است، از لاله چراغان است. خوش چقچق باران است، آهنگ بهاران است. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. تشکر. سوالو همه برای شما فهمو بود؟ بله. شما راضی هستین؟ بله. مالش. با شما موفقیت. رحمت. میخواهم در اول با اجازت شما شعری غایب سفرزاده تاجیکستان خوردنیست را قرائت نمایم. کشوری که رودکی را زاد او، شعری عالمگیر ما را داد او. کشوری که داد با طبعی بلند، بلبلی در عشق شیدای خجند. خسروی ما را بلند آواز داد، شاهینی کلاب را پرواز داد. تا زند خنجر به قلب دشمنان، شیردل تیمور ملک را زاد آن. نفرتی واسی به میدانی نبرد، ضد هر ظالم دمی شمشیر کرد. کشوری که وحشی او افسانه شد، از فروغش نور در هر خانه شد. کشوری که گشت در روی زمین، شورور با پخته ابریشمین. کشوری که کوسورش تاج اوست، لاله‌زارش در بهار امواج اوست. کشوری که لاله‌زارش تاج اوست، کشوری که کوسورش تاج اوست،
لاله‌زارش در بهار امواج اوست. مردمی آن بر بد و نیکی جهان میکنند نظاره از بامی جهان. کشور کفتاده بود از پای خیست، تاجیکستانی من است آن خورد نیست. سلامت باش. طیبه خان وزیر، من انتخاباً میپرسم یک چند شعر از روی خطی که پیشنهاد کرده. سنگ ها در زیر دندانم هنوز. غزل از حیرت شنبه‌زاده. سنگ ها در زیر دندانم هنوز، تشنه ای آبی بدخشانم هنوز. هرچه از من رفت در من کم نشد، لعل دارد پرده ای جانم هنوز. همتی دریا دلان دریادی من، گرچه باشد من پریشانم هنوز. تار کوه سران رسته و بوی دارم مثل ریحانم هنوز. دور از چشم و لب و دندان تو، خیمچشان در رو لرزانم هنوز. بارها آبی عمو از سر گذشت، تشنه ناپیمودی مژگانم هنوز. قمری بی پر گشت بلبل بی نوا، من به یادی او غزل خوانم هنوز. توشه ها دارند مردان در سفر، من در این سرکوچه حیرانم هنوز. تا توانی دوستان را گم کن. شعر از میرزا ترسونزاده. تا توانی دوستان را گم کن، دوستانی مهربان را گم کن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست را از دوست جانم فرق کن، دوستی پیوندی جهان را گم مکن. چشمه الهام ما، چشمه الهام ما خلق است و بس، خلق مشهوری جهان را گم مکن. دوست آید گرم در آغوش گیر، رسمی خوبی تاجیکان را گم مکن. با نورش گرچه این خورشید خاور. شعر از امین جان شکوهی. با نورش گرچه این خورشید خاور، فراگیرد جهان را سراسر. نمیگردد ولیکن آن برابر، با این پرقوتی با مهر مادر. فقط مادر به هر گرما و سرما، همیشه بر سر گهواره ما. نکرده میجه ته بنشسته شبها، کلان کرد او تو را چون جان در بر. وجودش چون به فرزند است پیوند، ورا خواند به خود جان و جگر بند. اگر خار خلد بر پای فرزند، دل مادر شود محزون مقرر. برای فکر و یاد پر امیدش، برای حرمتی موی سفیدش. به جان هم حرمت و خدمت کنیدش، نگردد تا که چشمش هیچ گهتر. بلند است از فلک شان معلم. شعر از کمال نصرالله. بلند است از فلک شان معلم، بود جان بخش ما جان معلم. نباشد نعمت در هر دو عالم، حلال است پاره نان معلم. بدان این را که وجدانی همه خلق، بود از روی وجدانی معلم. اگر فردای میهن را بجویی، بیا از فیض احسان معلم. اگر ارمانی میهن را بخواهی، بدان اول تو ارمانی معلم. کم و بیش زمان را راست کردن، توان تنها به میزان معلم. کجا آینده روشن توان دید، نباشد نوری چشمان معلم. یگان حاصل به خاک مزرعه تب، مگر رویده بدان معلم. بدان این را بدان پروازگاه ملتی ما، بود در روی دستان معلم. عمری آدم گاه جمع و گه پریشان بگذرد. غزل از خیراندیش. عمری آدم گاه جمع و گه پریشان بگذرد، زندگانی گاه مشکل گاه آسان بگذرد. پس چرا باید کشیدن منتی هر کاسه است، روز اگر با کاسه آب و لبی نان بگذرد. روبایه و دوبایتی. هر جا که نمی روم دلم والای توست. هر جا که نمی روم دلم والای توست.
در بامی سرم کناری 100 ساله توست. قشلاقق من پشتی مرا کس نگیرید. در پشتی سرم کناری 100 ساله توست. این برف که قامت مرا خم کرده است. این برف که قامتی مرا خم کرده است. ابروی مرا پر از شکر نم کرده است. هر شام و سحر نظر به آینه نکنم، در بامی سرم برف دیگر زم کرده است. آن لحظه که طفل ما به ما میخنده، آن لحظه که طفل ما به ما میخندید، از صورت تو به من صفا میخندید. هر غنچه گل جدا جدا میخندید، آن لحظه به سوی ما خدا میخندید. احمد دیوبند بله. پورا خوندیدن. در همین مرگ سودخور واقعه همین وقتی که قاری اسمت سرتاراشخانه می دراید، همین واقعیت رو چه خیلی تصویر کرده است اینی چیکار میکنه در اونجا؟ در آنجا وقتی که کلاهش را میگیرد، سرتاراشخانه کلاهش را گرفته در جایی که کلاه ها را آویزان میکنه نمیموند، چون که او بوکده ایستاده بود. اگر میموند و وزبین نبود. بله وزنین بود. خب. و از قاری اسمت لطه های را که از مسجد میگیرید همان را در کلاهش تا خواندن میگیرد، برای همان وزنین بود. خب از مکتب کهنه همون لحظه که درس میگذرد در مکتب کهنه چه درس گذرانده میشد کنی نقل کنه؟ در آنجا شرایط وزنین بود. وقتی که مکتب دامولا و از مکتب می رود، خلیفه چوبی در روز مکتبدار را گرفته بچه ها را میزند و روز می شود که دامولا می رود و خلیفه میگوید که کمان بازی میکنه آنها و خب با مکتبدار باید هر وقت چی می آوردن؟ نان دسترخوان می آوردند. سرگذشت حسابی رو کی نوشته است؟ کدام نویسنده؟ ساتی ملوغ‌زاده. خب یک واقع از کدام پارچه سرگذشتش را خوانده ایم؟ سرگذشت صابر درباره چی می رود؟ درباره آن می رود که چطور در ازبکستان سرگذشت کرد و چطور و برادرش عزیز برای یک کارچه آرد را می فروشد. برای چی آرد را می دوزد؟ تا که آرد را فروشد و به خودش کارچه بگیرد. خب بچه برای آن که او آرزوی کارچه را داشت. خب سلامت باشد. شما باید سوال اگر داشته باشید. طیبه بانو درباره جشن‌های ملی ما نامبر کرده میتونی نامی هم جشن‌های ملی کدوم هستن؟ سده، نوروز، تیرگان و مهرگان. تاجیکستان وطن نوروز است. شیء از محمد غایب. بزمی گل در چمنی نوروز است، دوری غلغل فکنی نوروز است، تا بگردون سخنی نوروز است. تاجیکستان وطنی نوروز است. نام نوروز و نسب نوروز است، اسم هر بخت طلب نوروز است، فصل ارمان شکنی نوروز است. تاجیکستان وطنی نوروز است. سبزگون پشته و صحرای وطن، سبز پوش است همه جای وطن، سبزجان در بدنی نوروز است. تاجیکستان وطنی نوروز است. به مرادش همه دل داده رسد، همه را بخت خدا داده رسد، همه در انجمنی نوروز است. تاجیکستان وطنی نوروز است. تشکر. غنچه غنچه یعنی چی؟ وقتی که گل هل نشکفته است همان رو غنچه میگن. چون نخواهد میشد شرحش. شما درباره وطن، وطنداری، نوروز بسیار شعر گفتید، خوب شعر گفتید. همین وطن گفته شما چی رو میفهمید؟ وطن آنجایی است که ما در آنجا تولد شده ایم و در آنجا تا پیری زندگانی میکنیم. یعنی عمر و سر میبریم. سلامت باشید. تشکر طیبه بانو. سوالو به شما فهموب نه؟ بله. شما راضی هستی؟ بله. مالش رحمت به شما موفقیت.